برای یک بار هم که شده حتما تو حالا چهره بانمک و دوست داشتنی این پسر رو تو شبکه‌های اجتماعی دیدین. اما واقعا این پسر کیه و چند سالشه؟ حسبالله ماگومدوویچ به خاطر ظاهر کودکانه بیبی فیس بودنش و ویدیوهایی که از خودش منتشر میکنه تو شبکه‌های اجتماعی بین تمام مردم دنیا مشهوره، به طوری که فقط صفحه اینستاگرامش نزدیک به 9 میلیون فالوور داره که تو کپشن تگش کردم. این پسر با قد 102 سانتی متریش نزدیک به 100 میلیارد تومان ثروت داره که از قراردادهای تبلیغاتیش به دست آورده. و اما سنش، حسبالله متولد 16 تیر ماه سال 1381 در استان داغستان روسیه است و 21 سالشه و واسه خودش مردیه. علت قد کوتاه ماندنش هم به خاطر کمبود هورمون رشد در بدنش بوده. از حق نگذریم حسبالله واقعا بانمکه. صدای خندیدنش رو با هم بشنویم. واقعیت‌های عجیب و جالب دنیا رو میتونی تو فکتول پیدا کنی.